مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. موضوع پربحث و پرچالشی که این روزها نقل هر مجلسیه و توی فضای مجازی همه راجبش صحبت میکنن، توی رسانه ها و جای مختلف راجبش اظهار نظر میشه، اما اون چیزی که مشخص هستش مردم هاج و واجن و نمیدونن که بالاخره آخرش چی میشه. ماجرای قیمت یورو و دلار و ارزهای مختلف هستش که عملاً تأثیر مستقیمی توی زندگی مردم داره و دولت مردایی که میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حالا اون دلار آمریکاییه که داره وضعیت مردم رو هر روز بدتر و بدتر میکنه. و تیتر این ویدیو هم اینجوری انتخاب کرده بودم: آخرش چی میشه؟ چون خیلی از منم سوال میپرسن، میگن آقا آخرش وضعیت این مملکت چی میشه؟ آیا این آخوندا میرن یا نمیرن؟ آیا انقلاب میشه یا نمیشه؟ اصلا وضعیت قیمت یورو و دلار میخواد به کجا بکشه؟ وضعیت ملک میخواد به کجا بکشه؟ اگر ویدیوهای قبلی ما رو دیده باشید و ویدیو ما رو در کانال پشت پرده دنبال کرده باشید، قطعا خودتون میتونید حدس بزنید که وضعیت قیمت یورو و دلار تا عید و بعد از عید افزایش عجیب و غریبی خواهد داشت. وضعیت مسکن هم همینطور یک افزایش 30-40% خواهد داشت. اما میخوام یک موضوع که اینجام گیر کرده بود و بهتون بگم، چون خیلی موضوع مهمیه. من حرف خودم اینه که اگر فضای مجازی و سوشیال مدیا نبود، تو ایران تا الان 100 بار انقلاب شده بود. یعنی اگر اینترنت اختراع نمیشد و نمیدونم اپلیکیشن های سوشیال مدیا تو ایران اختراع نمیشد، تا الان مردم 100 بار انقلاب کرده بودن. چرا؟ یه عده میگن که خب فضای مجازی باعث افزایش آگاهی مردم شد، فضای مجازی باعث شد که مردم دیدشون نسبت به موضوعات بیشتر بشه. بله، میشه گفت که این قضیه یه مقداری تاثیرگذار بود و میتونست کمک بکنه به اصطلاح آگاهی مردم، اما همون فضای مجازی هم داخلش یه سری سایبری، داخلش یه سری نخاله، داخلش یه سری فرهنگ وجود داره که اونها باعث میشن که ما به سمت انقلاب پیش نریم. شاید به خودتون میگید فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ این که فقط یه قسمتی از مردم، نه همه مردم، چون چند روز پیش من یه ویدیو منتشر کردم تو پیج اینستاگرام و نسبت به این قضیه واکنششون داده بودم که فقط دوست دارن تو فضای مجازی شو بکنن. یعنی فقط دوست دارن که نشون بدن که آدم‌های با کلاس لکچری پولداری هستن که همه چی واسهشون قشنگه. ولی مثلا توی این 100-150 روز گذشته که ما دیدیم که مردم داشتن حرکت میکردن به سمت خیزش انقلابی، خب من با خیلی‌ها توی ایران صحبت میکردم، میگفتم آیا واقعا توی ایران مردم ریختن تو خیابون دارن انقلاب میکنن؟ گفت آقا کجای کاری؟ همینجوری حرفمون بنده خود. نمیخوام مردم رو دل سرد بکنم و نه، میخوام به شما بگم واقعیت همینه. آقا کجای کاری؟ همه در حال اشغال، نمیدونم توی کیش، تو شمال، اینور اونور. گفتم پس این گرونی‌ها داره به کی فشار میاره؟ گفت بله، تو به یه قشری داره این گرونی فشار میاره. واقعا هم الان 70% 80% مردم زیر خط فقرن، اما از همون 80% 60%شون شو میکنن و نشون میدن که زندگی خوبی دارن و نشون میدن که زندگی لاکچری دارن و این فضای مجازی لامصب اینها رو معتاد و اسیر زندگی فیک کرده. از اون طرف همین فضای مجازی باعث شده که دیتاهای دروغ به خورد مردم بدن. یه سری آدم ها تو همین فضای مجازی
واسه مردم شدن الگو و بت و اسطوره و نمیدونم فلان اپوزیسیون و فلان نمیدونم آخوند پامنبری منتقد آقا میریگونه فلان اینا. و اگر فضای مجازی نبود مردم یه مقداری نمیخوام همه مردم مثال بزنم اما این دید کلیه من نسبت به مردم یه مقداری مطالعهشون رو بیشتر میکردن و آگاهیشون رو بیشتر میکردن و اسیر این فضای فیک و دروغ مجازی نمیشدن. خیلی هاشون، نمیخوام بگم همه مردم، نه خب خیلی هاشون واقعا اسیر این فضای مجازی میشن. چون واقعا من بعضی وقتا کامنت دریافت میکنم یا دایرکت دریافت میکنم که یه عده میگن که دلار که مال آمریکاست چه تأثیری به حال ما توی ایران داره. خب این کسی که همچین سوادی داره و تأثیر دلار رو توی زندگی خودش نمیدونه و یه همچین مغز درب و داغونی داره و مغز اصطلاحاً بی مطالعه‌ای که اصلا مطالعه نمی‌کنه نسبت به موضوعات مختلف، شما انتظار داری مثلا این آدم متوجه بشه که فلان شخصی که به عنوان لیدر اپوزیسیون خودش انتخاب کرده یا به عنوان کسی که عاقل و باهوش انتخاب کرده میتونه براش انقلاب بکنه؟ همیشه هم گفتم که در فضای سیاسی افرادی که در فضای سیاسی فعالیت میکنن سه دستن. عده اول کاسبن که زیرخواب کشورهای مختلفن که پول بگیرن و از این اعتراض مردم اسکی میرن که کاسبی بکنن. عده دوم عده معترض واقعی هن که شرایط حال حاضر ایران بهشون فشار آورده و توی زندانهای ایران بودن، واقعا اذیت شدن و اونها به نظر من عده واقعی هن که جالب بدونید که این افراد عموماً جایگاه مهم و ریشه‌داری توی اپوزیسیون ندارن، توی لیدرها ندارن و توی رهبرها ندارن و عملاً فقط هستن که باشن. عده سوم هم آدم‌هایی هستن که توهم آدم سیاسی رو دارن، فکر میکنن که آدم‌های خیلی مهمی هستن و میتونن تاثیرگذار باشن و یه سری رسانه و افراد هم یه تریبونی بهشون میدن، یه چارجا میبرنشون صحبت بکنن و آدم‌های متوهمی هستن که این موضوع رو فکر میکنن که دارن خوب مدیریت میکنن و میبرن جلو. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر مردم میخواستن تو ایران بلند شن و اعتراض بکنن، میخوام بگم جواب این سوال بدم که میگید آخرش چی میشه. اگر مردم واقعا میخواستن این کارو بکنن، موقعی که دلار از 4000 تومان 5 برابر بیشتر شد و شد 20000 تومان، باید اعتراض میکرد. اگر مردم میخواستن اعتراض بکنن، موقعی که دلار از 4000 تومان 8 برابر شد و شد 30000 تومان، باید اعتراض میکردن. اگر مردم میخواستن اعتراض بکنن و بیان تو خیابونها، موقعی که دلار 10 برابر شد و شده بود 40000 تومان، باید میومدن و اعتراض میکنن که نکرد. مردم استثنا نداره، پدر مادر منه، پدر مادر شما و خیلی دیگه که توی ایران. حالا اگر دلار 20 برابر یعنی 80000 تومان 30 برابر از اون قیمت 4000 تومانی که حالا متعادل بود تقریبا، که اونم باز متعادل نبود با واقعیت پتانسیلایی که توی ایران وجود داره، بشم باز اتفاقی نمیفته. فقط مردم فقیر و فقیرتر میشن و توی سوشیال مدیا سعی میکنن که زندگی لاکچری رو نشون بدن. گفتم چند وقت پیش ویدیو منتشر کردم، گفتم که بابا ما پیجای طرف رو نگاه میکنیم در حال یه عده که دارن آهنگ گنگستر شهر عامل بیمه ارازل بیمه رو میذارن تو استوریاشون و در حال مست کردن با عرقسگی و چیزهای دیگه در حال بزن و برقصن. منم فالوشون ندارم و تصاویرشون تو اکسپلورر، دلتون بخواد هست. چون یه عده میگفتن که تو آدمای با کلاس لاکچری آقازاده رو فالو میکنی، احتمالاً اونان بیا تو کف جام. نه عزیز من، دارن شو میکنن عده از مردم. یه عده که اونورین، یه عده دیگه در حال گرفتن دور با ماشیناشونن. عده سوم که عده بعدی بالاترن، عده‌ای ان که 24 ساعت فقط منتظرن که سایت ثبت نام خودرو باز بشه، برن ثبت نام بکنن یه پولی در بیارن. میشن آدم‌های همیشه در صف و میگن که اگه این کارو هم نکنیم ضرر میکنیم، اگه این کارو هم نکنیم حق هم میدم به خیلیاشون، نمیتونیم بگیم که نه. اونا عده سوم. عده چهارم در حال
مخ زدن و دور دور کردن و به اسم الرحمن الرحیم در کف نمیدونم استخبارتی های تهران هستیم. اونم عده بعدی هستن. عده قلیلی هم که شدن الان بلاگر با شعرشون آهنگ عاشقانه و عارفانه میذارن، میگن همه چی خوشگله، همه چی عالیه، ما زندگی لاکچری داریم، کاسه بشقاب و نمیدونم فلاکس چای و قوری و چیزای مختلفشون استوری میذارن، هم شدن دسته بعدی. اون دسته آخر که واقعا فشار بهشون میاد وقتی این حجم از فضای کثیف و فیک و پر از ریاه و ترحم رو تو فضای مجازی میبینن، دیگه جرئت نمیکنن بیان استوری بذارن یا اعتراض بکنن که آقا ما نون شب نداریم بخوریم. چون بچه‌ای که حالا میگم بچه جوونی که 17 18 سالشه بیاد اعتراض بکنه بگه آقا من نون شب ندارم، میان مسخرهش میکنن. گفتم مسخره. داشتم چند روز پیش با یه عزیزی صحبت میکردم که میگفتش که آقا این طرفدارای ما، میگفت مردم ولی خب حالا بحثش طرفداراش، میگه من طرفدارای من خیلی آدم بی معرفتی ام. تتلو هم نیست تا فکر نکنید تتلو، ولی خب تتلو هم همچین دیدگاهی داره. گفتم که یعنی چی؟ گفت آقا من توی این 150 روز گذشته کلی پست استوری گذاشتم و از مردم حمایت کردم. توی ایران هم بود. میگفت دهنمو تو ایران سرویس کردم. تا الان نزدیک 16 میلیارد تومان وثیقه گذاشتم. هی بردنم بازجویی کردن آقا از کجا خط میگیری، از کدوم رسانه خط میگیری، تو میخوای انقلاب بکنی، فلان بکنی، مجوز تو باطل میکنیم فلان. میگفت آسفالتم کردن. میگفت بلا نسبت به کیک خوری من انداختن به قول اصفهانی‌ها. میگفت منم به عشق این که آقا سمت طرفدارم من میومدم همچنان پست استوری میذاشتم پر رو قرنیه مشکی و یه عده‌ام شروع میکردن برای ما کف و دست زدن. میگفت ارشاد فشار آورد و گفت باید چند تا از خواننده‌ها که بود دیگه مثل امیر مغاره و نمیدونم سیروان خسروی و کسای دیگه بودن دیگه، گفت ارشاد فشار آورد که شما خواننده‌هایی که اومدید و اعتراض کردید و گندگویی کردید شما باید نفرای اولی باشید که کنسرت بذارید. چون اگه شما هم اول کنسرت بذارید با شرایطی که تو ایران شرایط به حال خیلی از مردم عزیزاشون از دست دادن یا در غم و اندوه و ناراحتی هستن، فوشش هم بعد شما بخورید. شما بیجا کردید اصلا از مردم حمایت کردید. ما هم گفتم آقا یعنی چی؟ خب بذارید بقیه خواننده. میگه آقا ارشاد به ما فشار آورد که ما بعد کنسرت اول بزنیم. میگم نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که ما 300 میلیون تومان ضرر کردیم، کنسرت هم برگزار کردیم. طرفدارای ما که من به خاطر اون طرفدارا به خاطر مردم رفتم پست استوری حمایتی گذاشتم و از مردم هم حمایت کردم، اونا حاضر نشدن از من حمایت کنن و بلیت کنسرت منو بخرن و بیان تو کنسرت من، با اینکه شرایطو میدونستن و میدونستن که با اجبار من این کنسرتو گذاشتم، اونا حاضر نشدن حمایت از من بکنن و بیان توی کنسرت من. طرفداری که میگفتن دمت گرم استوری بذار، دمت گرم پست بذار، دمت گرم از ما حمایت بکن، میگه آقا ما حمایت کردیم شما از ما حمایت نکردی. و میگفت من 300 میلیون ضرر کردم، الانم 15 16 میلیارد تومان وثیقه‌ام هم هست و میگفت آقا که خوردم حمایت کردم از طرفداران و مردم. اونا هم که پشت منو خالی کردن انتظار، ببین این ایدئولوژی فکری رو خیلی از مردم دارن. بعضیا هستن که همین آلمانش هم هستن و توی اروپا میان، توی اروپا یا توی امریکا اعلام پناهندگی میکنن، میگن ما نمیدونم، حالا بر اساس کیسایی که میدن، نمیخوام بگم همه، اما یک تیکه کوچیکشون این کار رو انجام میدن. میگن آقا ما پناهنده شدیم. پناهنده چی؟ یا میان کیس مسیحیت میدن یا کیس سیاسی میدن یا مثلا تو خونهشون فلان کارو کردن یا کیس دگرباشی جنسی میدن یا چیزهای مختلف میدن، خلاصه قبولی میگیرن. امروز به فردا که پاسپورتشون رو گرفتن، پاسپورت پناهندگیشون رو گرفتن، از طریق پاسپورت پناهندگیشون حالا موقعی هم که میخوان قبولی بگیرن شروع میکنن اینم باحاله. میگم یه همچین آدمایی هستیم، خودمون داریم خودمون رو گول میزنیم، بعد میگیم که چرا ما پیشرفت نمیکنیم. اولا تا موقعی که میخوان جواب بگیرن میشن آدمهای سیاسی، شروع میکنن پست استوری‌های سیاسی سنگین گذاشتن. تو پیج ما میان، تو پیج بقیه هم میرن. حالا کافیه که ما یه مقداری پست هامون رو با عقل بذاریم نه با احساس،
شروع میکنن فحش خوار مادر دادن، تو با جمهوری اسلامی، تو مزدوری. بعد نگاه میکنیم آقا، میگم خب اوکی، تو فعالیت کن جای من. مگه نمیگی من بدم؟ تو مگه بلد نیستی فعالیت سیاسی داری به من درس یاد میدی، درس ادب و تربیت خوار مادرتو به من آموزش میدی؟ تو برو تو پیجت فعالیت سیاسی بکن. کلا تو پیجش 12 نفر آدم، 15 یا 50 نفر آدمن، منو تحریک میکنه و میگه آقا فلان پست رو اینجوری بذار. آقا به تو چه؟ اولا حالا من هر کاری بخوام بکنم، ولی دومی که آقا تو اگه بلدی، تو اگه بیل زنی، باچه خودتو بیل بزن. خب با اکانت فیک میاد، خودش هم فعالیت سیاسی نمیکنه، ولی تا دلت بخواد این تو این فضای مجازی، این موبایل بی صاحبی که دست هر کسی هست، میگم این فضای مجازی سمه و اگر این نبود ما انقلاب میکردیم، شروع میکنه فحش دادن. یعنی عملا میخواد خب به حال تاثیرم میذارن رو خیلی از این آدم‌هایی که فعالیت سیاسی میکنن. همشون که مثل امین فردین نیستن که چهره کثیف این آدم‌ها رو بشناسن، خیلی هم تحت تاثیر این آدم‌ها قرار میگیرن و توی بازی این آدم‌ها قرار میگیرن. خب جوابشون رو که گرفتن، همون آدم‌هایی که شده بودن لیدرهای سیاسی و خیلی آدم‌های مهمی شده بودن، پاسپورت پناهندگیشون رو میگیرن، میرن ترکیه، از راه ترکیه میرن ایران، عشق و حالشون رو میکنن، سفراشون رو میکنن، مسافرتشون رو میرن تو ایران، هم به عنوان یک کسی که از خارج رفته تحویلش هم میگیرن. رفیق رفقاش دوباره برمیگردن با اون پاسپورتشون ترکیه، از ترکیه با پاس پناهندگیشون برمیگردن توی کشور خودشون توی اروپا، شروع میکنن همون فعالیت سیاسی خودشون رو با هویت فیک انجام دادن. توی تظاهرات و جاهای مختلف هم که میرن با ماسک میرن، با عینک میرن که مثلا هویتشون شناسایی نشه. بعد بهش میگی چرا اینجوری؟ میگه آقا من نمیتونم این کار بکنم، من هویتم شناسایی میشه، میخوام برگردم وطنم. آقا شتر سواری که دلا نمیشه که. بیای فعالیت سیاسی رو با اکانت فیک و با هویت فیک انجام بدید، اون هم تو اروپا. تو ایران هم که نیستیم که بگی با گونی میبرنت که. حالا تو ایران میگیم اوکی، یه مش آدم فیک، نمیخوام بگم همشون اما یه قسمتیشون الان شدن مثلا فعالای مختلفی که تو توییتر خیلی باحالن، اسم خودشون گذاشتن مهرام سگ دست، آچار فرانسه دیفرنسیال، نمیدونم اپوزیسیون سگ چرخ، نمیدونم هوشنگ سپستون فلان، نمیدونم اسماعیل نه اسی، مثلا اسی پلنگ. بعد شروع میکنه داخلش فعالیت سیاسی میکنه، اصلا تو نمیدونی پشت اون اکانت نمیدونم اطلاعات سپاه، نمیدونم پادشاهی، مجاهدین خلق، نمیدونم چریکی چپ، اصلا شما معلوم نیست ایدئولوژی فکر. بعد یه سری از این اپوزیسیون اینورم هستن که باحالن، میگن که شما اگر فحش به خامنه‌ای بدی، فحش به قرآن بدی، فحش به اسلام بدی، تو قطعا آدم درستی هستی و طرفدار مایی و بیا تو انجمن ما. میبرن، یعنی ملاک انتخابشون فحش به خامنه‌ای، اسلام، رئیسی و قالیباف و سایر برابچی که تو اون سیستم هستن میشه. ولی اگر این کار رو انجام ندی، تو قطعا آدمی هستی که وصلی توی اون سیستم و چه این میشه ایدئولوژی فکری این آدم ها. همه اینها نشأت گرفته از چیه؟ نشأت گرفته از این فضای مجازی بی‌صابه. اگر مردم دهان به دهان تبلیغ میکردن و این فضای مجازی نبود و دهان به دهان به هم دیگه میگفتن که این آخوندا چه آدم های فلان فلان شده ای هستن، اونا دیگه نمیتونستن به مردم دهان به دهان دروغ بگن و دهان به دهان ذهن مردم منحرف بکنن. میومدن و یه جا متحد میشدن، میگفتن، گوششون رو میکشیدن و با یه اردنگی پرتشون میکنن از اون کشور بیرون. این که میگید آخرش چی میشه؟ آخرش با این وضعیتی که ما داریم میبینیم یک کلام، هیچ چی نمیشه. پول بازی‌های سیاسی امریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان هم نخورید. دو تا 4 تا، دو تا نه 3 تا میشه نه 5 تا. آمریکا اگر در ایران توافق صورت بگیره باید بدهی‌های بانکی ایران رو بهش پس بده. با این وضعیت اقتصادی بد، با این شرایط کرونا ایکس و وای و زد، آمریکا هیچ وقت دوست نداره در ایران انقلاب بشه، یه آدمی بیاد تو ایران که بتونه پولای بلوکه شدهشو بگیره و اونو بعد پس بدن. پس عملا میگه آقا ما آخوندا باشن تو مملکت. شما میگی که اینا چقدر دارن کنفرانس میزنن. در بازی سیاست میلیارد و تریلیارد خرج میشه، اما اون نتیجه‌ای که باید حاصل بشه نمیشه، چون اصلا اون پول خرج میشه که اون نتیجه حاصل نشه. شما فکر میکنی عربستان دوست داره در ایران انقلاب بشه؟ نه.
اگر در ایران انقلاب بشه دیگه نمیتونه یکتازی بکنه تو مملکت، تو منطقه قدرت نمایی بکنه و قیمت نفت و گاز و چیزهای مختلف رو برای مردم تعیین تکلیف بکنه. فکر میکنید اتحادیه اروپا نمیدونه نفت ایران از طریق کشورهای واسط داره به اروپا فروخته میشه، به شرکت بزرگ پخش و پالایش نفت در اروپا؟ کاملا این قضیه رو میدونه که آدمهای واسطی هستن که نفت رو و تحریم ها رو دور میزنن و خودشون هم عامل هایی رو دارن که اصلا تحریم ها رو دور بزنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر در ایران انقلاب بشه دیگه نفت رو به بهانه تحریم ها به جای اینکه لیتری 20 سنت مفت بخرن مجبورن لیتری 1 یورو بخرن. الان به بهانه تحریم ها 80 سنت میزنن تو سر ثروت و سرمایه ایران. این از اروپایی‌ها. نکته دوم در خصوص اروپایی‌ها، بسیاری از ایرانی هایی که در این کشور هستن بالای 10 میلیون یورو پول دارن. قبلا هم گفتم کافیه پولشون از توی بانک‌های اروپا بردارن و برن تو ایران سرمایه گذاری بکنن. چه اتفاقی میفته؟ اولا بانک‌های اروپایی ورشکسته میشن، بانک‌های امریکایی و کانادایی ورشکسته میشن اگر در ایران اصطلاحاً انقلابی صورت بگیره. دیگه ترکیه وجود نداره که بخواد هاب منطقه و محل فرود و بلند شدن هواپیماها باشه. تهران و فرودگاه مهرآباد و امام با هاب بودن و سنترال بودن و مرکز بودنش در آسیا میشه مرکز اصلی سوار و پیاده شدن مسافرها برای غرب و شرق کره زمین. دیگه کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتونن یکتازی بکنن و بگن ما دبی رو داریم و نمیدونم جای مختلف رو داریم. کیش خودش یه پا میشه دبی. بانک‌های ایران وقتی آزاد بشن مراودات بین‌المللی با بانک‌های دنیا داشته باشن و تحریم‌ها برداشته بشه و دسترسی ایرانی‌ها به مسترکارت و سایر امکانات باز بشه، با این حجم حرکت پول و قیمت یورو و دلار ارزش ریال از ریال عربستان هم بیشتر خواهد شد. چرا الان ریال و دینار و جای چیزهای مختلف ارزششون از دلار بیشتره؟ به خاطر اینکه نفت رو دارن، پشتوانه نفتی رو دارن برای خودشون. ایران رو تحریم کردن که این پشتوانه‌های نفتی نباشه. و از اون طرف توی ایران هم خودشون نمیخوان برجامی امضا بشه. برجام به هر حال اگر امضا بشه انگار مثلا یه انقلابی صورت گرفته، به خاطر اینکه دلال‌ها و کسانی که دارن از تحریم‌ها سوء استفاده میکنن و جنس‌هایی که ارزششون $1 رو میفروشن $8 به بهانه تحریم‌ها به اون سیستم و اون مملکت، دیگه عملاً اصطلاحاً نمیتونن این کار رو انجام بدن. تو ایران اگه انقلاب بشه شرکت‌های بزرگ خودروسازی مثل شرکت‌های فرغونسازی سایپا و ایران خودرو عملاً دیگه از دور خارج میشن. پس اونها باج‌هایی رو به نهادهای مختلف، حتی به نهادهای سرکوبگر میدن که مردم رو سرکوب بکنن که انقلاب نکنن. چون اگر همون مردم باقی بمونن دیگه عملاً اینها نمیتونن فرغونهای خودشون رو تو پاچه مردم بکنن. بنز و بی ام و لامبورگینی و پورش و سایر برندها و ماشین‌های خفن دنیا، پاگانی و چیزهای مختلف وارد اون مملکت میشه. پس شما همه این اتفاقات و پازل‌ها رو وقتی کنار هم دیگه بذاری متوجه خواهید شد که حتی غرب و اروپا هم حاضر نیستن که در ایران انقلاب بشه. اگر از این ور قضیه هم ببینید، ما دیدیم دیگه تحریم‌های شدیدی رو انجام نمیدن، سفارتخونه‌های ایران رو تحریم نمی‌کنن و سازمان‌های مختلف ایران رو تو لیست تحریم‌های خودشون قرار نمیدن، به خاطر اینکه اگر قرار بدن این افراد و سازمان‌ها رو تو لیست تحریم‌هاشون عملاً دیگه نمیتونن به معنای واقعی کلمه اجلاس رو از ایران خارج بکنن و ایران رو اصطلاحاً باهاش بیزینس بکنن. خیلی از کشورها به صورت غیر مستقیم و غیر دیپلماتیک و در پشت پرده ها بیزینس هایی رو با ایران انجام میدن. با این حجم از تحریم ها اگر واقعی در ایران تحریم شده بود، ایران 2 هفته هم دوام نمی آورد. اما الان 20 سال 30 سال داره تو این کشور با وجود تحریم ها این اتفاقات صورت میگیره. البته تحریم ها قبل از انقلاب هم بوده، در دولت مصدق هم بوده و فکر کنم اولین تحریمی هم که برای ایران اتفاق افتاد سال 1332 33 بود که ما اون موقع تحریم، از همون موقع ریشه دور زدن تحریم ها رو ایرانی‌ها یاد گرفتن. در صورت حرف بسیار است، آخرش راه حل اینه که یه مقداری واقعی تر باشیم نسبت به موضوع. دروغ‌های شیرین رو باور نکنیم و گول لیدرها و رهبرهای بزرگ، نمیخوام بگم همشون ها، ولی خب بعضیاشون کاسبن. زمان همه چیز رو مشخص میکنه. بشینید و نگاه کنید. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. دوست دارم شما نظرتون نسبت به این موضوعات بگید و برای ما کامنت بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه